با مقصد رشد ساحه باغداری طی سالهای اخیر در مملکت یک قطار برنامه‌های دولتی عاید بر رشد ساحه راه‌اندازی گشته، بنیاد میدان باغ و تاک‌زار به مراتب زیاد می‌گردد و نشان دهنده‌های صادراتی میوه‌جات نیز سال تا سال بالا می‌رود. خوجگی نهالپروری نیز در بنیاد باغ و تاک‌زار نمونوی و دارای حاصلی بلند سهم ارزنده دارد، زیرا قبل از بنیاد باغ و تاک‌زار برای دهقانان پیش از همه انتخاب نهال درختان میوه‌دهنده‌های خوش‌صفت و بازارگیر لازم می‌آید، به آن خاطر که باغداران منفعت خوب به دست آورند. خوجگی نهالپروری به نام میرزا ترسنزاده ناحیه شهرینو از جمله خوجگی‌ها میباشد که به پرورش نهال‌های گوناگون میوه‌دهنده و تاک انگور مشغول است. دهقانان این خوجگی در سمت پرورش نهال تجربه بسیار ساله دارند و محصول مهنتشان خریداران خود را دارد. 87 گکتار باغزار داریم، باغزار هر خیله، یعنی باغ سیب و گیلاس و آلوچه میچورینی و ناک سیب داریم. اینجا اساس استفاده امروزه طلبات گفت جناب عالی که امروز پیام خودشان با گفته گذاشتن، اینا باغداران ما اقدام کار خودشان گرفته، امروز بین قطارهای ثمرناک استفاده برده ایستادن، بین قطارهای چیزی مطابقت می شود در همین باغ، همین ساحه باغ ده همون حرکت کرده، از قلوفنای سر کردگی سر پیاز و مثال پگه آینده پامیدور و چیزی می توانند همین بین قطار حرکت کرده ثمرناک استفاده بریم. در این خوجگی دهقانان اساساً با پرورش نیالهای درختان میوه‌ده و تاک انگور مشغول میباشند که آن سه مرحله را در بر میگیرد. اولا تخم نیال را میشنونند، سال دوم بعد قامت راست کردن آن را پیوند میکنند، بعد این عمل پس از یک سال نیال برای شنوندن آماده میگردد، یعنی برای پرورش یک نیال 3-4 سال زحمت میکشند. با چنین ترتیب همساله کشاورزان تا 200,000 بیخ نهال سیبناک، شفتالو و زردالو، بادام و چهارمغز، گیلاس و آلو و دیگر نوع‌های نیال‌های میوه‌دهنده را آماده کرده پیشنهاد خریداران می‌نمایند. در پیش بودگی ما نهال آلو میباشد. برای تیار نمودن نهال آلو پرورش پیوند اساساً پیش یکم اول تخمی کارده میشود. تخمی را ما از اولچه کوهی میبیاریم، کوریده در جای کوریده رنگی میبینید که همخه باز اون رو کلون نموده یک ساله سینسه کرده، سینسه ایگاش میکنیم. در برابر پرورش و فروش نیال‌ها برزگران کارخانه نیال پروری به نگاهبینی 60 گکتار تاک‌زار و 70 گکتار باغ نیز مشغول میباشد. همزمان نیت دارند که سال جاری پرورش درختان سیتروسی و سبزیجات و پالایش‌های بروقتی را براه آمده اقتصادیات خوجگی را بلند بردارند و در این زمینه در تامین امنیت عضوقواری کشور سهمگذار گردند.